بریم که با هم اینکوترمز رو یاد بگیریم. سلام، من محمد علی هستم و اینجا تجارت 360. ممنون میشم که محتوامون رو لایک میکنید و کانالمون رو سابسکرایب و ما رو توی اینستاگرام فالو دارید. اینکوترمز چیه؟ توی هر قرارداد که بین صادر کننده و وارد کننده بسته میشه، طرفین نسبت به هم یه سری تعهد و مسئولیت‌هایی دارن و باید ریسک و هزینه‌هایی رو قبول کنن که اینکوترمز مشخص کننده این مسئولیت‌ها و تعهدات هستش. به طور کلی اینکوترمز 3 چیز رو مشخص میکنه. 1. مسئولیت‌ها، اینکه خریدار و فروشنده هر کدوم چه کاری رو باید انجام بدن. 2. ریسک، کی و چطور فروشنده کالا رو تحویل میده و در کجا ریسک از فروشنده به خریدار منتقل میشه. و 3. هزینه‌ها، هر کدوم از طرفین مسئول چه هزینه‌هایی هستش. نحوه درج اینکوترمز اینجوریه که توی قسمت اول نوع اینکوترمز ذکر میشه و توی قسمت دوم بندر مبدأ یا مقصد و قسمت سوم سال اینکوترمز مد نظر مشخص میشه. نکته‌ای که وجود داره، اینکوترمز هر 10 سال یه بار توسط ICC آپدیت و منتشر میشه. اینکوترمز حال حاضر اینکوترمز 2020 هستش. ترم اکس ورکس، توی این ترم وظیفه فروشنده فقط تحویل و تأمین کالا توی محل خودشه. حالا اون محل میتونه انبار، تولیدی، کارخونه یا هر جای دیگه ای باشه. تمام هزینه ها و ریسک ها از زمان تحویل بار توی محل فروشنده به عهده خود خریداره. نوشتن نام محل تحویل بعد به کارگیری اکس ورکس واجبه و در غیر این صورت محل پیش‌فرض بر اساس اسناد محل فروشنده هستش. گمرک صادرات هم با هزینه خریدار و با مدارک فروشنده انجام میشه. نقطه انتقال ریسک و هزینه کف زمین در محل فروشنده است. ولی یک نکته وجود داره. توی حالت اکس ورکس به صورت عادی کالا قبل از بارگیری تحویل خریدار داده میشه. اما در حالت اکس ورکس لودد کالا روی وسیله حمل یا به صورت بارگیری شده به خریدار تحویل داده میشه. و در مورد اکس ورکس این که ترم اکس ورکس حداقل ریسک و هزینه رو برای فروشنده و حد اکثرش رو برای خریدار داره. ترم بعد ترم فاس یا FAS هست، به معنی تحویل در کنار کشتی. توی این ترم صادر کننده وظیفه تأمین و بسته‌بندی، بارگیری و هزینه گمرک صادراتی رو بر عهده داره و در نهایت صادر کننده محصول رو روی اسکله کنار کشتی قرار میده. پس نقطه انتقال ریسک و هزینه روی اسکله هستش. ترم فو یا FOB به معنای تحویل روی کشتی هستش. توی این ترم تأمین، بسته‌بندی، بارگیری و هزینه‌های گمرک صادراتی بر عهده فروشنده هستش و در نهایت فروشنده کالا رو روی خم کشتی تحویل خریدار میده. پس در نهایت نقطه ریسک روی خم کشتی است. برای 2 ترم فاس و فو حتما این رو در نظر داشته باشید که توی قرارداد بعد از نوع ترم اسم بندر مبدأ ذکر بشه. FCA به معنی تحویل به هم کننده توی مبدأ هستش و جزو ترمای گروه غیر دریایی هستش. یعنی میتونه زمینی، ریلی و یا هوایی باشه. توی این ترم تأمین، بسته‌بندی، بارگیری و هزینه‌های گمرک صادراتی بر عهده خود فروشنده هستش و در نهایت فروشنده کالا رو به هم کننده تحویل میده که میتونه قطار، تریلی و یا هواپیما باشه. نکته‌ای که هست، بعد از FCA باید کد یا اسم ترمینال مبدأ ذکر بشه و اینکه در ترم‌های گروه F شرکت حمل و کرایه حمل بر عهده خریدار هستش. توی قسمت بعد ادامه اینکوترمز رو قراره با هم یاد بگیریم. پس تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.